علم ثابت کرده تو و مادرت هنوز یک نفرید. 5 تا فکت علمی از بدن مادرها هنگام بارداری. 1. تو هنوز تو مغزشی. وقتی تو شکمش بودی سلولهات از جفت رد شدن و رفتن تو قلب و مغز مادرت خونه ساختن. دانشمندها دیدن که حتی 40 سال بعد از تولد سلولهای بچه توی بدن مادر زندند. یعنی وقتی مادر میگه همیشه به فکر بچم هستم تعارف نیست. تو به صورت فیزیکی بخشی از مغز مادرت شدی. 2. بوسه هاش داروه. فکر میکنی بوسه هاش فقط عشقه؟ نه. وقتی نوزاد بودی بدنش میکروب های روی پوستت رو اسکن میکرده و بلافاصله پاده تن میساخته و وارد شیرش میکرده تا تو مریض نشی. اون بدنش رو تبدیل به آزمایشگاه شخصی تو کرده بود. 3. مغزش رو آپدیت کرده. ماده خاکستری مغز مادر توی بارداری کم میشه، اما این تخریب نیست، یه هرس کردن هوشمنده. مغز مدارهای اضافی رو پاک میکنه تا مدارهای همدلی قوی بشن و بتونه حرفهای نگفتت رو بفهمه. اصلاً سیستم عامل مغزش رو به خاطر تو عوض کرده. 4. صداش مسکن قویه. علم میگه صدای مادر هورمون استرس رو به شدت میاره پایین و اکسیتوسین ترشح میکنه. اثر شیمیایی صدای مادر روی مغزت دقیقاً برابر با بغل کردن طولانیه. صداش آرامش بخش طبیعیه و دقیقاً تأثیرش مثل داروی آرام بخشه. 5. سریع تر از نور. مغز مادر به صدای گریه بچه کمتر از 100 میلی ثانیه واکنش نشون میده. میدونی یعنی چی؟ یعنی سریعتر از پلک زدن بخش حرکتی مغزش روشن میشه قبل از اینکه هوشیاریش بفهمه چی شده. اون برای نجات تو از قوانین فیزیک هم جلو میزنه. ما با کم کردن وجود مادرمون قد کشیدیم. از مغزش، از استخونش، از سیستم ایمنیش. این ویدیو رو براش بفرست و براش بنویس: مادرم عاشقانه دوستت.